رحیم پروداکشن تقدیم میکند. اینک اولین بار مهاجران تاجیک در فدراسیای روسیه فیلم هنری را با نام زنی مهاجر پیشکشی تماشابینان میگردانند. فیلم زنی مهاجر حقیقتی ببحث از روزگاری مسافرانه یک زن است. زینا با یک مادری بیگانه کردی، زینا با مادرت میکند. این خدختره که خشروم چی ترا مجبور کرد خیسی همین شهر ملک غربت عذاب آمدی. ماجرا اوجا من کجا بدونم من در اینجا عذاب کشیده هستم. مبارزه مجبوری زندگی مجبور شدم که غریبی بیام. رنج در حیات یک شخص بزرگ داره میروز در یک مشکلی گرفتار شدگیه که به دادم هیچ کدام میرسه. سعادت Вот это все твое, сынок. Поздравляю. و یک جهان محبت در چند لحظه سینمایی. یک بیمار دورمکه اگر امکانیت باشه کمتر دستگیری کنیم باید جراحیش کنم مکه جان. این دو کودک اینوالید دما پرت افتی رفتی پول روی نمیکنی. بری برای کار کنی میزنی برادر عزیز کو هم چه تفاوت میکنی. مادامی که شما این چیزها را قبول نکردید رد کردید در اینجا برای شما جای نیست. اینجا غریبی میگن اینجا را لیل شنی ماما منم ندیم روش کن اکاتون در خونتون در شما بمبرم وچه Не переживайте, все хорошо. это на таджикский وچه ماما. فیلم زنی مهاجر حقیقتی ببحث از روزگاری مسافرانه یک زن است. شما می توانید سنه 24 دکبر ساعت 19 با وقت روسیه از یوتیوب کانال رحیم پروداکشن تماشا کنید.